سرکار خانم پگاه کمایی موفق شدن که رکورد قبلی کشور در آیتون علوم به استقامت رو از 12 ساعت ارتقا بدن و در حال حاضر 1 دقیقه پایانی رکورد هستیم. ایشون مدعی شدن که در آینده نچندان دور این رکورد میخوان ارتقا بدن. کمتر از 10 ثانیه تا پایان رکورد ایشون، زمانی که خودشون تعیین کردن برای پایان مونده. آماده؟ ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده